به کاندان خوش آمدید. به برنامه شمارش معکوس. شمارش معکوس برای رسیدن به یک رنسانس ایرانی. رنسانس ایرانی برای نسل آینده ایرانی، برای نسل آینده شیک ایرانی. بازم تکرار میکنم، این نسل شیک باید هر چه زودتر از این متریکس خمینیسم عبور کنه. چرا؟ به خاطر اینکه در یک عصر پسا فرهنگی زندگی میکنیم، در یک عصر پسا مدرنیزم. نه، پسا مدرنیزم رو بندازید تو زباله. پسا فرهنگی، نه آنی که آقای سید حسین نصر ابراز دلواپسی کردن، نه فرهنگ دیجیتالی که به گفته ایشون داره تمامی ایمانها، عرفانها و سنتها رو از میان میبره. نه، اون برای گلوبالیزه شدنه. حتی در مورد آقای مصباح یزدی نیست که دون کیشوار میخواهد تابوی آزادی رو بشکند. حتما میاد به سراغ مجسمه آزادی آمریکا، چرا که معتقد آزادی آمریکایی است. چقدر باید شما کودن باشید که باور کنید آزادی آمریکایی است. آمریکایی‌ها خودشون این رو در واقع از اروپا به ارمغان گرفتن. اما نکته مهمتر برای نسل آینده ما، این رنسانس ایرانی رو آغاز کنید. رنسانس انقلاب نیست، جنبش نیست. انقلاب نوزایی اندیشه است، تفکره. عبور کنید، چرا که با خطر مهمتری روبرو هستید. گوش نکنید که بعضی از این آقایون در سایت دیپلماسی ایران نوشته بودن آقای ظریف، این مرد خندان، کمدین خندان دیپلماسی ایران، رنسانس دیپلماتیک کرده. کدوم رنسانس؟ این ماکیاولیزمه، این مصلحت گراییه، این سازشه. کدوم رنسانس؟ شما از زبون بودن، حقیر بودن تن دادید به سازش. اوکی، این دیپلماسی رو قبول دارید برای خودتون، اما این رنسانس نیست. رنسانس یعنی یک اندیشه نو، تفکر نو. ما در واقع در عصر حجر فرهنگی زندگی میکنیم و دنیا به سرعت به عصری میرسه که حتی گنجیت فاکتور ما را غافلگیر خواهد کرد، حتی نسل آینده را هم شک زده خواهد کرد. نگاه کنید به این ویدیو و بعد دربارش صحبت میکنیم. یک مسابقه هنری در یونیویژن، زنی که مرد شد، مردی که زن شد برنده میشه. میگن بازگشت ققنوس. مهم نیست بحث چیه. بسیاری گفتن این برنامه و به اصطلاح این جایزه به مناسبت این بود میخواستن با آقای پوتین تو دهنی بزنن، به رهبرانی که به اصطلاح بعضی قوانینشون با قوانین نوین جهانی نمیخوره. اما مسئله مهمتر برای نسل آینده است. نسل آینده فقط در اون پیله نیو ورلد اوردر نمیتونه زندگی کنه، نمیتونه، به خاطر اینکه یک فرهنگ دیگر میآید، فرهنگی پسا فرهنگی. حالا برید و بشینید مطالعه کنید ببینید چه پیش خواهد آمد. ما احتیاج به یک رنسانس فکری داریم در ایران. ما در این متریک 35 سال هست دفع شدیم. شما نگاه کنید، تکرار و تکرار. بنابراین اجازه بدید حالا بریم و بیاند the نیوز ببینیم واقعا این نیو ورلد اوردر اون چگونه است، اون بازی‌های سیاسی چگونه است. فرهنگیش کار دشوارتری است، فرهنگیش به اصطلاح نوزایی احتیاج هست. حالا بریم ببینیم دنیای سیاست چگونه است، دنیای پس از خبر. بوکو حرام چیست؟ کیسینجر میگوید پوتین هیتلر نیست، تزار هست. علی اکبر ولایتی معتقد از تیم مذاکره کننده هسته‌ای قبلی را قبول نداشت. زیبا کلام مدعی است هاشمی، خاتمی، سید حسن خمینی مهره ها را میچینند.
آقا سلحشور میگوید کازینودارهای لندنی هیئت را میاندازند. در 2009 وقتی آقای اوباما انتخابات آمریکا رو صاحب شد و به عنوان به اصطلاح جواز اجاره نشینی کاخ سفید رو گرفت، اینجوری باید بگیم شما یک اجاره نشینی دارید در کاخ سفید که در واقع عنوان مرد اول دنیا رو هم به دوش میکشه. به محض اینکه آقای اوباما کلید رو به دست گرفت که وارد کاخ سفید بشه، دکتر هنری کیسینجر یک مقاله در واشنگتن پست نوشت آقای اوباما، پرزیدنت اوباما، شما بایستی نظام نوین جهانی رو جا بیاندازی. حالا هیچ کس شاید بسیاری در نیافتن این نظام نوین جهانی چیست، چرا که آنهایی که با کارها یا نحوه داکترین های دکتر کیسینجر آشنایی داشتن میدونستن زمانی که در زمان آقای نیکسون و فورد اومد همیشه معتقد بود آمریکا باید مدیر به اصطلاح دنیا باشد، اما یک نوع هماهنگی با شوروی، چین، اروپا و ژاپن داشته باشه. 5 قدرت جهانی رو در واقع مشترکاً در این بازی شرکت داده بود. این نظر آقای کیسینجر بود. اما بازی تغییر کرده، حالا دیوار فرو ریخته، دنیا یک بودیه، در واقع بیدر و پیکره، دیگه دو بلوک نیست، دیگه شوروی نیست، روسیه. اما وقتی هم روسیه با پوتین وارد صحنه شد، آقای دکتر هنری کیسینجر با یک هیئتی رفت روسیه. دکتر کیسینجر بود، سمنان سناتور سابق که دو مسائل هسته‌ای بود، جیمز بیکر بود، جورج شولز گادفادر دست راستیا بود و رفتن آقای پوتین رو تحمیل کنن که نظام نوین جهانی چگونه است. و جالب این که آقای پوتین از اون پس همیشه هر اقدامی رو که کرده با کیسینجر مشورت کرده و برای همین هم در این 1-2 هفته که در واقع بحران کریمه آغاز شده بود، همه از آقای کیسینجر میپرسیدن این پوتین کیست؟ شما که بیشتر از همه میشناسید. حتی در یک مصاحبه یک شنبه صبح ایشون گفت عنوان هیتلر رو به آقای پوتین ندید، ایشون تزارن. در برنامه فرید زکریا بود. اما گوش کنید چگونه نظر میدن در مورد مسائل جهانی و آقای پوتین. He spent $60 billion on the Olympics. They had opening and closing ceremonies trying to show Russia as a normal, progressive state. So it isn't possible that he 3 days later would voluntarily start an assault on Ukraine. There is no doubt that So explain, you're saying you don't think this was a plan. You think he reacted to events that he saw spiraling out of his control. Yes. I think at all times he wanted Ukraine in a subordinate position. And at all times every senior Russian that I've ever met, including dissidents like Solzhenitsyn and Trotsky, looked at Ukraine as part of the Russian heritage. But I don't think he had planned to bring it to a head now. I think he had planned a more gradual situation. And this is sort of a response to what he conceived to be an emergency situation. Of course, to explain why he did it doesn't mean one approves annexing parts of another country or crossing borders. But I think we ought to settle the Ukraine issue first and then have a discussion about relations with Russia. هر وقت دکتر هنری کیسینجر صحبت میکنه دنیا بهش گوش میکنه اما نمیفهمه. همون گونه که یکی از همین شومن‌های یا کمدین‌های شبانه تلویزیونی یک بار گفت دکتر هنری کیسینجر سالی $2 میلیون دستمزد میگیره که بیاد در تلویزیون نظر بده و هیچ کس نمیفهمه چی میگه. دکتر هنری کیسینجر در اینجا داشت در واقع به پاسخ میداد
نه فقط به فرید زکریا در CNN بلکه به دنیا که برخلاف تصور شما پوتین زمانی که مسابقات سوچی رو برگزار میکرد از افتتاحیه تا اختتام ننشسته بود برنامه ریزی کنه که من به محض اینکه مسابقات سوچی مسابقات المپیک زمستانی تموم شد نیرو میفرستم و کریمه رو میگیرم. نه، ایشون عکس العمل نشون داد. عکس العملی که ایشون اشاره میکنه، اجازه بدید خیلی سریع بهتون اشاره کنم چون امروز سعی میکنیم سریع برنامه رو ببندیم تا 50 دقیقه. به آقای کاردان قول دادم. ببینید هنری کیسینجر معتقده زمانی که دولت بوش و چینی این صد رو شکستن به بهانه گرجستان وارد دریای سیاه شدن، تن پوتین لرزید. چرا؟ آمریکا وارد حیات پشتی روسیه شده. حالا در اونجا مگر نگاه کنید دوباره اشاره میکنه شما وقتی میخواید رژیم چنج در روسیه انجام بدید و در اونجا تظاهرات خیابانی را میندازید، حالا میخواد با اون خوانندگان راک زن پوسیکت ها به اصطلاح این کار رو بکنید، یا میخواید توسط آقای گاسپاروف بکنید یا توسط کلیچنکوی بوکسر، به هر حال پوتین واکنش نشون میده. برای همینم ایشون معتقد بود که آقای پوتین ناخواسته این کار رو کرد. به نظر من آقای پوتین با مشورت این کار رو کرد و در واقع دنیا به خاطر اینکه وارد یک جنگ جهانی سوم نشه و وارد اون فاز نظام نوین جهانی بشه، یادتون نره نظام نوین جهانی بشه، کریمه رو بخشیدن. حالا خبرهای دیگری رو سرچیج کردن، به تدریج مسئله کریمه فراموش شد. همینجوری که امروز میبینید بسیاری معتقدن این نظام نوین جهانی در بحرانه. به سوریه نگاه کنید، هیچ کس راه حلی برای سوریه نداره. به روسیه و کریمه نگاه کنید، باز همه در تنگنا ایستادن. به خاورمیانه نگاه کنید. نکته مهم این است آقای هنری کیسینجر میگفت نظام نوین جهانی متکی بر این اساسه، حالا قدرت ها کی باشن؟ فقط تروریستا و گروه های به اصطلاح انتحاری، جهادی، مذهبی، اینهایی که آفریقا، آسیا، خاورمیانه یا آمریکای لاتین به هم میریزن، اینا در این چارچوب قرار نمیگیرن. بنابراین امروز اگر میبینید در آفریقا حوادثی اتفاق میفته و ناگهان یک گروهی پیدا میشه بوکو الحرم و بعد دخترکان رو باید اولا یک نقطه رو اینجا باز اشاره میکنم، بعد به این مسئله میپردازیم. اینها کی هستن؟ اینها رو کی ساخت؟ از کدوم کارگاه آلترناتیو سازی این آمدن؟ ببینید هر وقت دنیا خواسته در یک مرحله ترانزیشن یا انتقالی جابجایی پیدا کنه، نیروهای آنارشیست یا نیروهای ملیشیای جهادی در واقع وارد بازی میشن، یک نوع ناهنجاری و کابوس ایجاد میکنن و بعد قدرت‌های بزرگ بر اساس اون شرایط بازی‌های صحنه‌های خودشون انتخاب میکنن. امروز آفریقا معدن قرن 21 اینجوری نگاه کنید، یک گاف صندوق طبیعی است، ثروت‌ها در اونجاست. چین وارد شده، اروپا وارد شده، آمریکا میخواد در اونجا حضور پیدا کنه. خب چه کسی صاحب میشه؟ اون تمام به اصطلاح موزاییک رو چه کسانی باید صاحب بشن؟ دروازه رو باز کردن، قذافی رو انداختن، دروازه لیبی که باز شد، یعنی در خاور آفریقا باز شد. حالا چه کسی باید صاحب بشه؟ این گروه تروریستی به اصطلاح بوکو الحرم چیه؟ اجازه بدید اتفاقا دیدم تونی عزیز یک قسمتی رو انتخابه، اینو گوش کنید. اول نیجریه‌ای را به اسارت گرفت. آنها هرچه در راهشان قرار داشت را به آتش کشیدند. از نگاه این اسلامگرایان افراطی تحصیلات حرام است. به
بخش معدودی از دختران بیگناه موفق به فرار شدند. یکی از آنها میگوید فکر کردیم سرباز هستند و از ما خواستند سوار خودروهایشان شویم. من و دوستم موفق شدیم بیرون بپریم و به سوی خانه رهسپار شدیم. برخلاف هدف اولیه مردان، آنها تنها نماد شرم و خجالت نیجریه ها خصوصا زنان و دختران این کشور هستند. سردسته آنها ابو کرشکو یکی از مردان خطرناک در نیجریه است. او میگوید اجازه دهید بگوییم که ما دختران را به اسارت بردیم تا با مردان ازدواج کنند. ما مخالف تعلیم و تربیت غربی ها هستیم. باید از شر این روش تربیتی رهایی یافت. تکرار میکنم دختران را برای ازدواج با مردانمان به اسارت بردیم. گروه بوکو حرام در سال 2002 میلادی پایه‌هایش گذاشته شد. از سال 2009 به بعد جانی دوباره گرفت. ایدئولوژی گروه مخلوطی از اسلام افراطی، جادو، جنبل و سیاه‌گری‌های مشهور در قاره آفریقا است. گروهی متأثر از جهالت که تمرکز اصلش را در مبارزه علیه تحصیل دختران نوجوان بنا نهاده است. پایه‌گذار اصلی گروه این فرد محمد یوسف است. در یک کلمه هیچ کدوم باور نکنید. اینها از کارگاه‌های آلترناتیو سازی خارج میشن به خاطر منافع قدرت‌های بزرگ. آفریقا تا پیش از این بازی‌ها اجازه بدید توضیح بدم. یک کلابی بود 1001. این کلاب رو پرنس برنارد و پرنس فیلیپ، همین پرنس فیلیپ همسر خانم ملکه الیزابت، اینها 1001 اسمش بود کلاب 1001. این برنامه این بود بسیار از همین دیکتاتورهای آفریقا توش بودن، اون رئیس بانک BBCI بود، خیلی. این کلاب به بهانه این طرح کلایمت چینج، دفاع از طبیعت و به اصطلاح ابقای طبیعت واقعی، نجات کره زمین، تمام برنامه رو اجرا می‌کردن به خاطر اینکه بتونن منافع شرکت‌های چند ملیتی رو در آفریقا به سود خودشون سهمیه بندی کنن. واقعا همین بود. حالا بازی داره تغییر میکنه. یادتون نره وقتی که آفریقا در اختیار بلژیک، امپراتوری بلژیک و آلمان بود و هنوز فرانسه انگلیسیا، فرانسوی تا حدود انگلیسیا وقت پیدا نکرده بودن وارد اونجا بشن، آقای چارلز کانراد نویسنده کتاب لورد جیم که یک نویسنده معروفی است و یک کتاب نوشت The Heart of the Darkness و بعد اومد به ملت انگلیس یادآور شد شما باید برید آفریقا رو نجات بدید، این بردگان دارن نابود میشن توسط امپراتوری بلژیک و آلمان. بعد خودشون رفتن یک امپراتوری در اونجا گذاشتن، بین خودشون سهمیه بندی کردن، همینجوری که امروز میخوان خاورمیانه بزرگ رو دوباره نقشه های جغرافیاییش رو تغییر بدن. یک روز میگن هلال شیعه درست کنیم، یه روز میگن هلال سنی درست کنیم، یه روز خمینیزم میارن، یه روز حزب الله میارن. فقط اینها بازیه. هیچ باور نکنید روزی که فدایان اسلام آوردن در ایران شعبه‌ای از اخوان المسلمین بود، برای چی آوردن؟ برای چی آوردن؟ نواب صفوی و اینا یک دفعه چطور شد از اون سوی به اصطلاح دیواره مصر و عراق وارد ایران شدن، ناگهان مسلمان دو آتشه شدن، همه رو ترور کردن. بعد مسئله ملی شدن نفت پیش آمد، بعد مسئله بیرون رفتن بریتیش پترولیوم کنسرسیوم، همه اینا بازی هست. همینجوری که خود شما الان در پرایم تایم ها میبینید این هم یک بازی. بعضی ها میگن این به اصطلاح دختر ربایی بر ضد کشور تمدن غربه، بعضی ها میگن اصلا بر ضد مسیحیته. اصلا اینا نیست، سهمیه هاست. فرانسوی ها رفتن مالی، اون یکی میخواد بره نیجریه، اون یکی میخواد بره کنیا. بازی ها اینجاست و این به اصطلاح گروه های جهادی و نمیدونم القاعدی و این فرانچایزه، مثل مکدونالده، یک روز در اینجاست یک روز در جای دیگه است، فقط به خاطر اینکه نظم کهنه رو از میان ببرن و نظم جدیدی بیارن. همینجوری که انگلیسی ها وقتی میخواستن برن نصف آفریقا رو بگیرن، ماماها رو، قبیله ماماها رو انداختن تو، کشتار کردن، رفتن. همین خانم سامانتا پاورز که الان در سازمان ملل نشسته از سوی آقای اوباما یک روزنامه نویس بود. این خانم زیباترین خدمت به دنیای قدرت ها کرد. چکار کرد؟ رفت جنایت های به اصطلاح رواندا رو دید. یادتونه کشتارهای رواندا؟ حتی فیلمی ساختن هتل رواندا. در اونجا آمد و مقاله نوشت و بعد یک کتاب نوشت وظیفه دنیای غربی است که هرگاه کشتارهایی صورت میگیره ما نیرو بفرستیم R2P responsible to protect و بریم. خب پوتین هم همین کارو کرد.
اینا ببینم آرتوپی من رفتم از روز تبارا استفاده کنم، فردا حتما بر سر ایران یک جور دیگه میاد یا سوریه یا جای دیگه. پس میبینید اینها بازی‌های سیاسی است. من چرا میگم یک مقدار رشد کنید، دیگه این بحث‌های کنه بریزید تو زباله. به حد کافی این دوستان نقالی‌ها رو کردن. نسل آینده ایران با یک دنیای بسیار مبهمی روبروست. حتی خود رژیم نگاه کنید داره یه چرخش میکنه. تا دیروز اینا عمله‌های سیاسی انگلیس بودن، حالا دارن از انگلیس و روسیه جدا میشن، به دامن کدخدا آمریکا میخوان وارد شن. همین آقای روحانی و تیم گرین کارت امنیتیش. نگاه کنید حتی مداحای اینها دارن میان مدعی میشن که در ایران هیئت‌های تشکیل شده با پول‌های کازینودارهای لندن. گوش کنید آقای مداح سلحشور. اسنادی که دارم، خبرهایی که دارم، به والله و العلی العظیم بچه‌ها خیلی سرمایه‌گذاری کردن با دو واسطه، 3 واسطه، 4 واسطه، 5 واسطه از انگلیس خبیث و جنایتکار، پدر نامشروع وهابیت ملعون. به این منبع همیشن اطلاع دقیق دارم از اونجا، خبرش دارم، نمیتونم کلمه از این گرفته، این از این گرفته، این از این گرفته، این از فلان کازینودار تو انگلیس پول گرفته. اولا این قضیه تازگی نداره، در این 35 سال همه از هم گرفتن. بسیار از همین رادیو تلویزیون های خارج از کشور، گروه های سیاسی هم شاید اگر از کازینودارهای لندنی نگرفتن از دیگران گرفتن. یه مدتی که خزانه دست آقای صدام بود یا دیگران. حالا بگذاریم از این. چرا یک دفعه اینا شروع کردن لندنی ها رو زدن؟ BBC، حتی چهره های BBC. من یک دفعه دیدم حتی مسعود بهنود رو هم در واقع اینا دارن خراب میکنن. البته نمیشه گفت خراب میکنن، به اصطلاح افشاگری میکنن. یه دقیقه اینم گوش کنیم چون در لندنه میگم. BBC. محافل سیاسی و امنیتی رژیم پهلوی باز شده است. روزنامه نویسی که معتمد ساواک و پرویز ثابتی است و حتی با نخست وزیر وقت امیر عباس هویدا هم فالوده میخورد و شوخی میکند، حتی مقابل دوربین تلویزیون. میگن که فرق دیپلمات‌ها و روزنامه‌نویسا این هستش که دیپلمات‌ها بدترین حرفا رو در بهترین شکل‌ها میگن و روزنامه‌نویسا برعکس بهترین حرفا رو در بدترین شکل. برداشت سوم، 30 و چند سال بعد تلویزیون شاهنشاهی برای مسعود بهنود، آن روزنامه نگار سالهای دور، وجود خارجی ندارد و ناگزیر تلویزیون سلطنتی دیگری به نام BBC پاتوق وی می شود. ژستی روشنفکرانه و در مقام تحلیلگر، استفاده از کلماتی ظاهر فریب همچون دموکراسی، مردم، جمهوریت، چند صدایی و رسانه. خب تعجب آور نیست حالا اینها دارن یک چرخش نشون میدن، از BBC دور میشن، از یک کلوب ایرانی در لندن دور میشن، به اصطلاح از کازینودارها دور میشن. کازینودارها میتونن سیاسی باشن. یادتون باشه بسیار از این بازی‌هایی که رژیم جمهوری اسلامی پیاده کرد به عنوان اینکه اپوزیسیون سازی کرد، از کارگاه‌های آلترناتیو اپوزیسیون پوتیمکین یا گلخانه‌ای ساخت که بارها آقای نوریزاده و دوستانشون در دامش افتادن، اون سردار مهدی بود چی بود یا هر که یاقوتیا هر که بودن. ببینید الان یک چرخش سیاسی داخل کشور پدید اومده، تیم آمریکایی وارد بازی شده. حالا اربابشون در خارج از کشور کیست یک روزی خواهیم گفت، اما مسلماً یک متفکرانی مثل آقای ولی نصر که امروز قدرت فکری داره در آمریکا، جوزف CFR در دانشگاه جان هاپکینز، کتاب‌های بسیاری نوشته، مشاور پتروس بود، مشاور دیگران بود، یا حتی آقای کریم سجادپور یا